ما در این مسئله عبدالعزیز الطریفی حفظه الله و فک اسره یک بار نه 100 بار زیاد در همین مسئله صحبت کردیم. خواهش میکنم اهل توحید برادرها میگویند که فلان میگویند که این سخنها رو بس کنیم. ما از سال 2020 20 21 22 3 سال باز یک هفته به یک بار اقلا گپ میزنیم. چی لازم است تکرار کردن؟ مگر همین هر یک آدم کوچنگی اومده شما یک بار وسوسه بگیرید استاد گفتم میگیرین همین گپ؟ چی لازم است یک شبهه دروغین یک گپ دروغ زنده کردن؟ این از نام عبدالعزیز طرفی تهمت از دروغ است. این همون خطشه پیدا کرد از یک دکترشون محسن بود کدام بود، این دروغ است. عبدالعزیز طرفی کتابی نواقض الاسلام شما شرح نواقض الاسلام ترجمه کرده هستیم، نظر بکنید. حاکم هایی که به حکم غیر الله حکم میکند کافر است. چی لازم است این گپای دروغی که به اصل است؟ امروز خیلی این گپای دروغ در بین مردم توب میخورد به ما میبیاد جواب میتیم با توب میخورد، جواب میتیم با میبیاد. این خیلی گپا رو نگوییم، این دروغ است. اما وقتی که برآمد دروغ بگین. کنی عبدالعزیز طرفی در کجا گفته است؟ کنی من آدمی که میگه بیارد دمو کتابش بیارد یا آوازش بیارد، کنی همین چیز نیست، دروغ است. عجیبش همین است که ما دلیل میبیاریم، کتابش میگوییم، سخناش میبیاریم، منهجش میبیاریم، گپ ما در یک طرف به دلیل گپ هیچ گویا که قدر ندارد. یک گپ از کجا بودنش معلوم نیست، نه کتاب نه صفحه نه آواز هیچ نه. عبدالعزیز طرفی این گفته است تمام. اعوذ بالله. مگر همین حق است یا که مگر همین چیز برای اهل توحید حجت میشود که همین شبهه باشد؟ برادر عزیزم من فکر میکنم بعضی انسان ها خودش یک دینش به قدر باور ندارد. من نمیدونم که از عقب همین خیلی گپا میشد. ما این گپا یک طرف میپرتیم، نظر نمیکنیم. گپایی که تماما بیقدر است، تماما وقت به این گپا ما نباید صرف کنیم. این چیزی تمام دروغ است. سبحان الله. از همین جهت برادر عزیزم این چیز شنیدید انکنون از این بعد خودی شما رد زنید. گشتو برگشته در بین 100 نفر 50 نفر عبدالعزیز طرفی این گپ میگفته است، گفتن این درست نیست، این گپ غلط است، تهمت است، دروغ است. کسی که این گپ میگه بیارد حجت بیارد. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا شیخ. یک منهج اهل سنت است برادر عزیز. منهج اهل سنت و الجماعت همین است که اهل توحید باید